بنا به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی گشتین جودو یا جودو برای اشتراک در مسابقه دوشنبه گرند سلام 2024 390 ورزشگر از 65 کشور جهان نامزد شدند. فدراسیون جودوی تاجیکستان خبر داد که بیش از 200 ورزشگر در آسایشگاه شوهنبری و باقی مانده در مهمانخانه‌های شهر دوشنبه با شرایط خوب استقامتی و تمرین فرا گرفته شدند. یادآور می‌شویم در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه بار اول در تاریخ 3-5 می سال 2024 در قصر تنیس و مجموعه ورزش‌های آبی مسابقه بین المللی جودو یا دوشنبه گرند سلام 2024 دایر می‌گردد. پیشنهاد رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی و فدراسیون جودوی تاجیکستان درباره شروع سال 2024 در پایتخت تاجیکستان دایر نمودن یکی از مسابقه‌های سیر جهان جودو گرند سلام اوید با جودو از جانب فدراسیون بین المللی جودو پذیرفته شده است. پیش از بازی‌های المپی پاریس 2024 برای اشتراک در مسابقه دوشنبه گرند سلام 2024 چندین ستاره معروف جودوی جهان به دوشنبه آمدند و برای دریافت جایزه‌ها و امتیازهای المپی تلاش می‌نمایند. از جمله قهرمان 3 کرته المپی و قهرمان 12 کرته جهان تیج رینری 35 ساله از فرانسه در وزن بیش از 100 کیلو رقابت خواهد کرد. سیاهی اونایی 32 ساله ژاپنی قهرمان 2 کرته بازی‌های المپی و قهرمان 6 کرته جهان در وزن تا 73 کیلو باعث میهمان فخری در مسابقه دوشنبه شرکت می‌ورزد. ورزشگران در مسابقه با نفوذ بین المللی بجز از مدال صاحب امتیازها در فهرست جهانی و المپی میشوند. مبلغ عمومی جایزه‌های مالی مسابقه 154,000 یورو را تشکیل می‌دهد. غالبان در هر وزن یعنی جای اول با 5,000 یورو، جای دوم 3,000 یورو و صاحبان مدال برنجی یا جای سوم با 1,500 یورو سرفراز می‌گردند. به اطلاع فدراسیون جودوی تاجیکستان دسته تاجیکستان از 37 ورزشگر عبارت است، اما دو پهلوان شناخته تاجیک امامعلی نورعلی 66 کیلوگرم با سبب آمادگی به قهرمان جودوی جهان و سامان محمدبیکوف 81 کیلوگرم به سبب جراحت برداشتنش در قهرمان جودوی آسیا در مسابقه تاسکولوی بزرگ دوشنبه اشتراک نمی کند.